بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما و شما عبادات خواندیم قبلا که عبادات به 6 قسم است. چند قسم بوده که عبادات؟ 6 قسم بود که اولش عبادات فکری بود، دومش قلبی، اونا را خلاص کردیم و قسم سومش عبادات زبانی هست. عبادات زبانی خب ما و شما اول زبان خو میشناسیم، نیاز نیست که حالا ما تعریف بکنیم. خب زبان همی آلی هست که در دهان انسان است و الله متعال ایره خلق کرده تا ما انسان ها براحت با یک دیگه خود صحبت بکنیم. اینمی یک چیز است که انسان الله کرامتش دمی است که انسان از طریق زبان خود میتونه که مشکلات خود حل بکنه. زبان در قرآن عظیم شان چه قسم گفته شده؟ اقسام اللسان یا اقسام زبان در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قرآن عظیم شان زبان به 2 بخش تقسیم کرده. وظایف البته تقسیم شده به چی؟ وظیفه قولی و اعتقادی و دومش وظیفه عملی زبان است. وظیفه اعتقادی قولی کدام یکی هست؟ این هم 2 بخش تقسیم میشه. بخشش وظایف اعتقادی مثبت و خوب زبان است. او مثل چی؟ مثل قول اللسان هو اعلانه الشهاده، مثل که یک نفر به زبان خود با عقیده درست میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس وقتی که کلمه شهادت میخونه که الله ذات واحد است، ذات یگانه هست، این قول زبان است. این عقیده انسان است که توسط زبانش بیان میشه. به می خاطر مسلمان ها میگه که اقرار باللسان. در ایمان چی شرط است که اقرار به چی باشه؟ به زبان باشه. خب بخش دومش وظایف اعتقادی نامطلوب است. وظایف اعتقادی نامطلوب زبان کدام یکی است؟ که در زبان خود از گفتن کلمه شهادت و از گفتن حق انکار میکنه. این باز نامطلوب است. بخش دوم وظایف عملی زبان است. در وظایف عملی زبان که اعمال زبان میگن، این هم 2 نوع داره. یکی وظایف زبان است، اعمال زبان است که او مثبت است، و دومش اعمال زبان است که او سلبی و منفی هست که او را گناه های زبان میگن. اینال ما و شما بخش اول از این را میخوریم که نوع اول عبادات زبانی که مطلوب است و درست است، ایجابی و مثبت و مطلوب کلش یک معنا را میرسانه. عبادات زبانی که مطلوب است او کدام یکی است؟ هو ما یجب ان یتکلم به المرء فی عباداته بلسانه. این چی است؟ یه عبادت هایی است که انسان ایره به زبان خود میگه به اساس اعتقاد قلبی که داره. مثل چی؟ مثل که ما و شما 10 قسم گفتیم که اذکار است و حمد است و ثنا هست و تمام از این. توحید در عبادات زبانی کدام یکی هست؟ او را میگیم که افراد الله سبحانه و تعالی فی العبادات اللسانیه، که در عبادات زبانی خود انسان فقط الله متعال عبادت کنه. آل یک مقاله که خورترک است که امی 10 قسم عبادات دو ذکر شده. زبان مؤمن 2 وظیفه اساسی دارد که یکی قول زبان است که با گفتن کلمه شهادت این وظیفه را انجام میدهد، و دیگرش عمل زبان یا عبادات زبانی توحیدی است که عبارت از حمد و ثنای خالق یکتاست که او را به ذکر و یاد خالق می آورد. پس حمد شد، دیگه چی شد؟ ذکر شد. صحیح شد نه؟ این زبان عبادت دیگرش که دعا هست نیز به خالق متعال میکن. پس عبادت سومی چی شد؟ دعا شد، به خالق متعال میکن و در هنگام درد و رنج و سختی خالقش را استغاثه میکنند. پس 4می عبادت چی شد؟ استغاثه. و در هنگام ضرورت به پناه بردن استعاذه به الله میکنه. فهمیدین این مطلب؟ پیشتر کلتان گفتین اینجا استعاذه میکنه و حتی سایر اولاد، دوستان و خانواده خیش را به الله سبحانه و تعالی میسپارد که این را تعویذ زبانی میگویند. رسول الله صلی الله علیه و چی میکرد؟ تعویذ میکرد؟ بله میکرد. لکن چه قسم تعویذ میکرد رسول الله صلی الله علیه و اعیذکما
به حسن و حسین میگفت من شما دو تا را پناه میتم بکی به الله. لکن رسول الله هم او را در کاغذ نوشته میکرد، در شانه حسن و حسین آویزان میکرد یا به زبان میگفت؟ رسول الله صلی الله علیه و به زبان گفته. و اگر تعویض یک عبادت باشه که عبادت زبانی هست، بنان باید به طریقی کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این انسان مؤمن استعانت، این استعانت هم یکی از عبادت های چی است؟ زبانی است و کمک در امور خویش را از الله متعال میخواهد و در هنگامی که وسیله به الله میگیرد همان ایمان و اعمال صالح خوده. پس وقتی که ما وسیله میگیریم، الله متعال میگه که وابتغوا الیه الوسیله، باز الله متعال این تفسیر میکنه چی میگه؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر این 4 وسیله را داشتی از زیان خلاص هستی. اگر این 4 وسیله را نداشتی، باز هیچ کسی تو را در روز قیامت نجات داده نمیتونه. چرا؟ به خاطر ازی که شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت برای مؤمنین است. برای کافر برش اجازه داده نمیشه که شفاعت بکنه. یک در قسمت شفاعت میگن که برای کاکایش که مشرک بود، میگه در قسمت از یک استثناء هست. کاکایش چه قسم رو میگه شفاعت میکنه؟ میگه بر کاکایش همه قدر شفاعت رسول الله هم قبول میشه که کاکایش برش آسانترین عذاب دوزخ داده میشه. از دوزخ نمیکشش، آسانترین عذاب دوزخ برش داده میشه. او چی است؟ همون چپلی ها و بوتهای آتشی است که در پای از او میشه که مغز سرش جوش میخوره. دیگه برای کافر، مشرک، منافق، ملحد، زندیق برازیا اجازه داده نمیشه که شفاعت شود. بعضی کسا فکر میکنن شفاعت است. نوح علیه السلام وقتی که برای بچه خود برای الله گفت که این پسر ما هست، الله متعال گفت که این اهل تو نیست. اصلا کافر که بچه اصلی انسان باشه اهلش گفته نمیشه. خب اینال این انسان مؤمن استعانت و کمک در امور خویش را از الله سبحانه و تعالی میخواهد و در هنگامی که وسیله به الله میگیرد همان ایمان و اعمال صالحی خودش میباشد. در توسل نیست توسل با اسبابی که مشروع از توسل میکند. یعنی وقتی ما میگیم توسل هم یک عبادت است. فهمیدین؟ یعنی این عالمی توسل هم باید مطابق آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس اینجا توسل هم انسان مسلمان میکنه، لکن عمو توسلش هم مطابق چی میباشه؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا یک قاعده است میگه الاصل فی العبادات الحرمه. علما چی میگن؟ میگه اصل در عبادت حرام است، الا مگر چه وقت عبادت جایز میشه که او سند داشته باشی. اگر کسی یک عبادت میکنه و سند از قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اجماع امت اسلام نداشته باشه، این عبادت ازی برش ناروا هست. این حال کس حق نداره از دل خود بخیز یک عبادت جور بکنه. مثلا ما و شما نماز چی داریم؟ نماز صبح داریم، صلات الفجر. باز یک نماز دیگه داریم به نام اشراق. صحیح نه؟ این حال در اشراق ما نماز داریم. باز در ضحی در وقت ساعت‌های 9 تا 11 بجه یک نماز دیگه نفلی داریم به نام ضحی. صحیح نه؟ آل بعد از ساعت 11 و نیم بجه یا بین 11 و نیم و 12 یک عبادت دیگه است به نام قیلوله میگن. آل ما نماز قیلوله نداریم. در او وقت عوض نماز که خو کنی ثواب میبری. فهمیدین یعنی؟ در او وقت عوض نماز خواندن خو کنی، اونم خو تو ثواب برات میده. چرا؟ طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر کسی عوض قیلوله میخواد میگه من نیت کردم بخونم 2 رکعت نماز قیلوله، برش میگیم که تو حرام کار کردی. چرا؟ از دل خود عبادت ایجاد کردی و این حرام است. خب این حال اگر انسان توسل میکند او را هم مطابق اونمو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و و مدد و استمداد هم از الله سبحانه و تعالی میخواد. پس این حال اقسام عبادات زبانی چند قسم شد؟ 10 قسم. اولش چی است؟ حمد و ثنا. دومش ذکر و تلاوت. سومش دعا هست. توحید در دعا. سعی کنین توحید در حمد. چند قسم توحید است؟ یعنی تنها در عبادت‌های زبانی ما 10 قسم توحید داریم. توحید در حمد، الحمدلله رب العالمین. این توحید در چی است؟ در حمد است. دومش چی است؟
توحید در ذکر و تلاوت است. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سومش در دعا هست. ادعونی استجب لکم. الله متعال میگه ادعونی. اینجا یا متکلم سه که اینجا مفرد است یا جمع؟ مفرد آمده. چرا در مسائل عقیده ما شما گفتیم الله متعال چی را ذکر میکنه؟ ضمیر مفرده. باز در جایی که عظمت خدا بیان میکنه باز اینجا ضمیر جمع را استعمال میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اونجا چی است؟ اما در اینجا الله متعال میگه جای توحید است. اینجا ادعونی یعنی دست دعا و زبان دعا را فقط برای ما، به طرف ما زبانتان به طرف ما چیز کنین، از ما بخواین، طلب کنین و دستان هم باید به طرف الله بکنین. این چی است؟ و رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ عبادت است. موضوع چهارم توحید در استغاثه هست. استغاثه چی است؟ استغاثه را هم گفتیم که دعا هست، لکن فرق بین دعا و استغاثه در چی است که استغاثه انسان در حالت سختی وقتی که مشکل می باشه و تکلیف می باشه باز استغاثه میکنه. موضوع پنجم توحید در استعاذه هست. استعاذه چی را میگن؟ پناه بردن است که انسان مسلمان به الله پناه میبره. موضوع ششم توحید در تعویذ است. تعویذ چی است؟ در پناه دادن است. یعنی که اگر یک طفل یا یک کس دیگه را پناه میتی به کی باید پناه میتی؟ به الله. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت به حسن و حسین اعیذکما، مردوی شما را پناه میتم به کی؟ به الله. موضوع هفتم توحید در استعانت است. استعانت چی است؟ یعنی طلب کمک از الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. موضوع هشتم توحید در چی است؟ در وسیله هست. موضوع نهم توحید در توسل و نهمش دهمش هم در استمداد. خب حال هر کدام از این ما شما مفصل خوانده میریم. امروز بخیر شروع میکنیم در توحید در حمد و تسبیح. انسان مسلمان باید ایره بفهمه که مثلا وقتی ما حمد الله را میگم، حمد در لغت چی را میگن؟ حمد در لغت به معنای ثنای جمیل، صفات عالی و با عظمت است. و در تعریف اصطلاحی حمد علما اقوال زیاد ذکر کردن. علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه یکی از علما و بزرگای احناف است رحمت الله علیهم. به تمام علمای بزرگوار این تعریف حمد عالم بزرگوار چی میگه؟ میگه ذکر المحمود بصفات الکمال محبتا و تعظیما. یعنی یاد کردن محمود، یعنی کسی را که تو حمد میکنی او را با صفات کمال. یعنی وقتی که تو الله متعال حمد میکنی باید چی داشته باشی؟ با صفات کمالش رو یاد کنی. وقتی که میگیم الحمدلله در نیت ما چی باشه؟ که الله متعال تمام صفات کمال داره. غفور است، رحیم است، ذوالجلال و الاکرام است، مالک یوم الدین است، مالک آسمان ها و زمین است، رب العالمین است. کل از این در حمد داخل میشه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه کلمتان خفیفتان علی اللسان. دو کلمه است میگه در زبان شما بسیار ساده هست. ثقیلتان فی المیزان. در ترازوی میزان چی است؟ بسیار گرنگ است. چی است؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. سیکو چرا یا اینقدر ارزش خدا دارن؟ به خاطر هر کدام از یک معنای بسیار بزرگ دارن. و در اول قرآن ما و شما میخوایم الحمد لله رب العالمین. سیکو باز اینجا ای علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه وقتی که تعریف میکنه میگه وقتی که تو یاد میکنی الله را ذکر میکنی ایره باید با صفات کمالش ایره یاد کنی، محبتا و تعظیما، در حالی که در قلبت به الله محبت داشته باشی و همچنان در قلبت عظمت از او را ذکر بکنی. به خلاف مدح علما باز میگه مدح خیشی است. تو یک نفر مدح میکنی توصیفش میکنی. بعضی اوقات یک نفر یک کس را مدح میکنه که ای پادشاه چطورکای و چرایی، خود دلش بسیار بدش میآید. والا فلانی را یک شعر برش گفتم از ترس سیزده مردم های چاپالوس پیش یگان تا که میره باز پیشش بسیار مدح از او را میکنه. باز که پرسانش کنی که چطور رسیدی، چقدر توصیف کردی، میگه والا نه گفتیم یک 10,000 پس پیشش بکنم خب بسیار بدم میآید. صحیح شد نه؟ این باز مدح میگه. اما حمد که خاص برای الله هست چی است؟ که وقتی که تو صفات الله را ذکر میکنی
و در قلب تمام صفات الله هست، در اونجا محبت الله در قلبت باید باشه و همچنان تعظیم عظمت الله باید در قلب تو باشه. پس ایره میگه ذکر المحمود به صفات الکمال محبتا و تعظیما. خب دیگه علامه ابن قیم رحمت الله علیه یک تعریف دیگه هم میکنه، میگه اخبار عن محاسن المحمود، میگه خبر دادن است از خوبی های کسی را که توصیف میکنی و حمد میکنی به همراه سه چیز: مع حبه و اجلاله و تعظیمه. محبت یعنی ما الله را حمد میگیم الحمدلله، محبت الله هم در قلب ما هست، جلال و عظمت الله هم در قلب ما هست و الله را با بسیار عظمت یاد میکنیم. از این خاطر در نماز که از چه قسم میباشه؟ بسیار وقتی که محبت الله در قلبت باشه، جلال و عظمت الله در قلبت باشه، متوجه هستین؟ و بزرگی الله در قلب تو باشه، باز چه قسم نماز میخوانی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. در هر عبادتت بر الله بسیار خشوع و تواضع و عاجزی میکنی، چرا در مقابل یک ذات قرار داری که او ذات با عظمت است و او را دوست داری و او ذات بسیار صاحب ذوالجلال و الاکرام است. خب در جای دیگه میگه که هو الاخبار عن الله بصفات کماله مع محبته و الرضا به. یک شرط دیگر رو اینجا زیاد میکنه، یعنی که الله متعال یاد میکنی با صفات کمالش و محبت هم داری و با اینمی چیزهایی که میگی راضی هستی. متوجه هستین؟ رضایت کامل می داشته باشیم. پس شروط حمد چی است؟ 4 شرط است. وقتی که ما حمد الله را میگیم، شرط اولش محبت است، شرط دومش تعظیم است، شرط سومش اجلال است و شرط چهارمش که الله متعال اما تو حمد کنیم که شایسته ذات از او هست با الوهیت، ربوبیت، اسما و صفاتش کلش. فهمید یعنی؟ این 4 شرط در چی هست؟ در حمد است. اسباب حمد الله، وقتی که ما الله را حمد میکنیم میایم به قرآن عظیم شان ببینیم که قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با کدام اشکال و اسباب الله را حمدش بیان کردن. علما میگن فهو یستحق الحمد لذاته و لاوصافه و لافعاله و لخلقه و لجزائه. یعنی الله متعال حمد میشه، ما حمد و ثنا و صفت الله را میکنیم، ذکر الله را میکنیم. چرا؟ این حمد الله میشه به ذاتش، یعنی الله در ذاتش بسیار ذات بزرگوار است و در صفاتش و در افعالش و در خلقت مخلوقاتش و در پاداش و جزایی که میده، در کل از این چیزهایی که الله داره مستحق حمد است که الحمد لله باشه. پس در ذاتش الله متعال چی گونه مستحق حمد است که ما او را میکنیم؟ به خاطر از اینکه الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. بگو که حمد و ثنا و صفت به الله هست، او تو ذاتی که بی‌نیاز است از گرفتن فرزند. لم یتخذ ولدا. ما که فرزند داریم، دختر داریم، پسر داریم به خاطر که عاجز هستیم. پدر چرا میگه اولاد ما باشه؟ میگه والا این اولاد ما مکس 4 تا بچه داشته باشیم، باز وقتی که پیر شدم این عصای پیری ما باشه. یعنی معلوم است که خودش پیر میشه، ضعیف میشه، باز به اولاد خود نیاز می داشته باشه. الله متعال ذات با عظمت است. و قل و بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم که الحمدلله، حمد و ثنا و صفت، تمام صفات عالی و کمال لله خاص بر الله هست. الذی اتو ذاتی که لم یتخذ ولدن، که فرزند نگرفته. بنان کسایی که میگه کیف بچه الله است، یهودیا مثلا میگن و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، اینا کسایی که میگه عیسی بچه خداست یا العیاذ بالله عزیر رضی الله عنه را میگن، یا مثلا کسی میگه فلانی نازدانه الله هست، بر از اون نسبت نازدانه و بچه نازدانه و فرزند و گپا را میته. دیگه الله متعال میگه او ذاتی هست که صاحب حمد و کمال است و نیاز به این چیزا نداره. لم یتخذ ولدا ولم یکن، دیگه خاص بر از او حمد است. ولم یکن له شریک فی الملک، در مالکیت خود، در تصرف خود الله متعال هیچ شریکی نداره، نیاز نداره به شریک. چرا؟ آسمان ها را خلق کرد، زمین خلق کرد،
جنت و دوزخ خلق کرد، ملائکه را با بزرگیش خلق کرد، کوها و بحرها یا که به نظر ما بزرگ معلوم میشه پیش الله متعال بسیار کوچک است. شما هم اگر برین در یک تلسکوپ بشینین و همین زمین هم تا طرف بالا برین، هم از بالا عکس گرفتن یگان دفعه که هم تو بالا رفتن، یک وقت زمین مثل یک نقطه‌ک میمانه و ما و شما در بین از این نقطه‌ک زندگی میکنیم و یک وقتی که به کهکشان ها پیشتر میره زمین بیخی گم میشه. در دیگه مخلوقات بزرگ الله که است. پس الله متعال در خلقت از این مخلوقات و در حفظ کردن این مخلوقات به هیچ کسی نیاز نداره. لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. حمد و ثنا و صفت بر او چرا در مالکیت خود شریک نداره. حالا ما و شما انسان ها موجود هستیم، اگر یک فابریکه هم میخوایم بسازیم نیاز داریم که یک معاون داشته باشیم، یک سکرتر داشته باشیم، یک رئیس دفتر داشته باشیم، صحیح نه؟ یک همکار داشته باشیم، یک 4 تا بادیگارد داشته باشیم، چند تا کارگر داشته باشیم. الله متعال اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در خلقت آسمان و زمین و تمام موجودات به هیچ چیز نیاز نداره، نه در خلقتش و نه در حفظش. ولا یعوده حفظهما. اینمی خلقت امی حفظ آسمان و زمین بر الله متعال هیچ مشکل نیست، مشکل ایجاد نمیکنه، چون ذات با قدرت و با عظمت است. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله هست که آسمان ها و زمین نگاه میکنه که زائل نشن. پس اینمی ذاتی که نیاز نداره به شریک، به مانند، به کسی که امرایش کمک بکنه، اینمی ذات مستحق حمد است. این حال کسایی که میگه مثلا کابل فلانی شخص نگاه میکنه، مزار فلانی شخص نگاه میکنه، این در حقیقت در حمد و ثنا و صفت الله این دروغ داخل میکنه. چرا الله متعال خودش ذات خدا بیان میکنه که ذات من ذات است که ما مستحق حمد هستم. حمد خاص برای الله هست، چرا که ولد هم نگرفته. دوم ولم یکن له شریک فی الملک، در مالکیتش شریک هم نداره. ولم یکن له ولی من الذل. دیگه بعضی کساس یک کس را دوست خدا میگیره به خاطر که ذلیل است. انسان ها چرا فلان نفر دوست گرفتی؟ میگه والا این خوب است، یک ذره قوت داره، باز وقتی که بر ما کدام مشکل پیدا شد بازی کت ما همکاری بکنه. چرا وزیر صاحب این 4 تا بادیگارد گرفتی؟ این 4 تا بادیگاردای چاق چاق گرفتیم به خاطر از اینکه کس سر ما حمله کنه بازی دفاع بکنه. این دوستای خدا چرا میگیره وزیر؟ چرا مثلا یک انسان پیسه‌دار، چرا یک تجار این دوستا برای خود میگیره؟ به خاطر که ذلیل است، زورش نمیرسه، ناتوان است. از این خاطر نیازمند چی است؟ نیازمند بادیگارد و نیازمند کسی می باشه که همراه دوستی کنه که بازی رو نجات. الله متعال هیچ کسی را دوست نگرفته به خاطر ذلت، چون الله متعال ذات با عظمت است. اگر کسی را خود دوست خدا هم گرفته از محبت گرفته. اگر کسی مثلا الله ولی الذین آمنوا، دوست ما و شما مسلمان ها هست، لکن ما و شما خود ما ضعیف هستیم، به الله چی داریم؟ نیاز داریم. الله متعال میگه اینی ذاتی هست که چی است؟ مستحق حمد و ثنا و صفت است. و کبره تکبیرا. پس الله متعال با بزرگی چی کن؟ یاد کن. اینجا یکی از علما چی میگه؟ میگه الحمد کله لله. تمام حمد و ثنا و صفت خاص برای الله است. الذی لم یتخذ ولدا. چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه ای لیس له ولد کما تقوله اليهود والنصارى و بعض مشرکی العرب. یعنی الله متعال فرزند نگرفته برای خود، مثل که بعضی یهود و نصارا و بعضی مشرکین عرب میگفتن. مشرکین عرب چی میگفتن؟ میگفتن که ملائکه دخترای الله هست. کلشان سر الله تهمت کردن. ولم یکن له شریک فی الملک ای لیس له مشارک فی ملکه و ربوبیته. یعنی کسی شریک نیست در مالکیت الله و در ربوبیت الله. کما تقول ثنویه و نحوهم. ثنویه چی بودن؟ ثنویه های مردم های فارس قدیم بود که ما و شما میگیم تاریخ 5000 ساله داریم. در تاریخ 5000 ساله ما 3500 سابقه همین ثنویت بود. میگفتن دو خدا هست، یکی یزدان است، یکی اهریمن است. میگفتن یک خدای خیر است، یکی خدای شر است. این میگه که نه، الله متعال در ملک خود کس دیگه را شریک نداره، مثل که ثنوی ها میگن. و نحوهم من یقول بتعدد الالهه. بعضی کسا میگه بسیار معبود است. عرب ها مثلا 360 دانه معبود داشتن. فهمیدی؟ یعنی این بت ها را چی میکردن؟ شریک ها میساختن. ولم یکن له ولی من الذل. چی معنی؟
ای لیس بذلیل، یعنی العیاذ بالله الله متعال مثل مخلوقات که ذلیل هستن این صفت الله متعال نداره. پس انسان ها هستن که یحتاج ان یکون له ولی او وزیر او مشیر، یعنی انسان است که نیاز داره به چی؟ به ولی و به وزیر و به مشاور و به این گپا. الله متعال به این چیزا هیچ نیازه ندارم. فلا یحالف احدا ولا یستنصر به احد. پس الله متعال به همراه هیچ کس پیمان که همراه همکاری بکنه و یا به این که کسی برش نصرت بکنه هیچ به کس نیاز نداره. اگر ما عبادت میکنیم و دین الله را نصرت میکنیم و این کار مسلمان ها میکنه، این کلش به خاطر عزیز که ما خود ما محتاج هستیم به الله متعال. والله غنی عن العالمین، الله غنی هست از مخلوقات. متوجه هستین؟ و هو العزیز الحمید، الله ذات غالب است و بسیار حمد و ثنا و صفت است. یعنی هیچ به مخلوقات یا به ما و شما نیاز نداره. ما هستیم که به الله نیاز داریم عبادتش میکنیم. و کبره تکبیر چی معنی؟ یعنی اگه تو مسلمان واقعی هستی عظمه، الله را بسیار با عظمت یاد کو، و اجله، و الله را بسیار با جلال و عظمتش یاد کو، اما یقوله الظالمون، از اون چیزی که مردمای ظالم میگن. خب سبب دیگه حمد الله در صفات الله سبحانه و تعالی است. مثلا ما و شما الله متعال در سوره فاتحه چی میگن؟ الحمدلله رب العالمین. حمد، ثنا و صفت خاص برای الله هست. سیکو علمای نحوی چی میگه؟ میگه اینجا الف لام که هست، میگه والالف واللام در الحمد چی هست؟ میگه الف لام جنسی و استغراقی است. یعنی تمام حمدهای خوب و صفات عالی که هست خاص برای الله هست. و لام در الله چی میگه؟ لله میگه این لام چی هسته؟ لام تخصیص است. یعنی به این معنا که تمام صفات عالی از الله هست، تمام صفات جلال و عظمت مخصوص الله هست و این کلش خاص برای الله هست. برای مخلوق این صفات نیست. چرا این صفات برای الله هست؟ این حمد برای الله مخصوص است به خاطر که الله اول رب العالمین است. فهمیدی؟ یعنی یک صفتشی هست که رب العالمین است، خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، رزق دهنده، زنده کننده، میراننده، تقدیر کننده، کل از الله هست. الرحمن الرحیم است. چه قضیه با سوره فاتحه برای ما و شما میگه حمد و ثنا و صفت بر الله هست. به خاطر چی؟ به خاطر که الله رب العالمین است. دیگر کسی نیست که ادعای ربوبیت بکنه. کسی هست که بگه که ما آسمان جور کردیم یا زمین جور کردیم یا آفتاب جور کردیم یا مهتاب جور کردیم. نه، یک کیپ تا بال پیدا نشده. چرا اگه بگه مردم برش میگه تو بگی یک زمین دیگه جور کن. از این خاطر هم کافرام گفتن نمیتونن. باز بسیار که زور میزنن از لودگی خود باز چی میگن؟ میگه زمینش خود پیدا کردن. مثل یک نفر ببر تو بگه که والا این موبایل خود پیدا کرده. تو دیگه چی میگی؟ میگه بسیار لوده است، خود چیز نمیگم که باز ناکامم نکنی. یگان جای درس میخوام باز یگان استاد کافر است نه، باز شاگرداش میگه والا استاد من میفهم که این استاد ما بسیار لوده است، خب باز چیز نمیگم که ناکام میکنه. چرا ایره هیچ عقل انسان قبول نمیکنه که یک چیز خودش بسازه؟ ها؟ کامپیوتر خود ساخته، این خودش ساخته، این موبایل خودش ساخته. در این پشت هر چیز که سعی کنید نشست made in China made in فلانی جای. پس الله متعال که برش حمد و ثنا و صفت خاص است به خاطر که رب العالمین است، به خاطر که الرحمن است، اینقدر نعمتهاش وسیع از بالای مخلوقاتش که در کل دنیا برای تمام مخلوقات. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. گبر و ترسا کی را میگفتن سابق در ادبیات دری؟ گبر یهود میگن، ترسا نصرانیا را میگن. فهمید یعنی؟ میگه ای ذات کریمی که در حالی که او دشمن تو سر تو تهمت میکنه و میگه که عزیر میگه بچه الله هست و او دیگهش عیسی مسیح علیه السلام میگه بچه الله هست، با وجود از تو قضات با کرم هستی ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، برای کلش نان میتی. قدر الله ذات حلیم است و ذات صبور است که چی میکنه؟ بر ازم سختترین دشمن خود هم چی را میته؟ خوب موتر لکس ببینی به دشمن الله هست، خوب امکانات بر ازو داده. دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری؟ یعنی سعی کن بر دشمنای خود بر ازو چی میته. یک روز در هندوستان بودیم، یک عالم هندی بودک
او رو یک کسی پرسان کرد گفت که حاله امی الله ما شما رو دوست داره، ما مسلمان ها رو گفت بشک دوست داره. گفت خیلی چرا برای ما چیز خوبش نمیته برای کافرها میته؟ بازو گفت تو در خانهت یک دانه توتیگک داری، یک دانه موش از در خانهت، برای توتیگک نان خشک میپرتی، باز برای موش میری کیک میخری. این کیک برش میخری به خاطر که رو دمو تلک گیر کنی یا قرود برش میمانی. گفت الله متعال کافرها را قدر میده که یارا در تلک گیرشان کنه و بالاخره مشغول از امیا کشیدن، باز بالاخره دیگر رو سرشان عذاب بیاره، باز کلش میمونه، موترشان میمونه و فلانیشان میمونه. اما روز اول که میمونه باز که سایل کنی که صاحب مردکی که بسیار پیسه دار است، باز دیگا بار است، پلو است، او دیگه در قبر دیگه گرزای آتشی خورده میره و مردم دیگه پلو خورده میره. الا فرنی بیار بر فلانی، الا مرغ، الا گوساله بکش، الا گاو بکش، الا چند تا گوسفند بکش. اینا مردم عیش کرده میره. یه چی هستن؟ پس الله متعال ذات است که مستحق حمد است. به خاطر چی؟ صفاتش که چی است؟ رب العالمین است، الرحمن است. الرحمن علی وزن فعلان. این علما میگن الرحمن به وزن فعلان است، یعنی به معنای کثرت است، که یعنی نعمت از هیچ ختم نمیشه. کل یوم هو فی شأن، هر روز در شأن است. هر روز برای مخلوقات خود میلیون ها مخلوق خلق میکنه، میلیون های دیگهش نابود میکنه، به میلیاردها مخلوق خود روزی میرسانه. در بحر روزی خور داره، در آسمان ها مخلوقاتش است، در زمین مخلوقاتش است، در بحرها مخلوقاتش است، در کوه ها مخلوقاتش است. همین سابق که بودن مردم های ریش سفید و چیزا خوب مردم ها بودن، بعضیشان که خوب مردم بودن، بعضی که باز خراب شد و خوب خراب میشه. خب ریش سفیدا یا بسیار خوب آدم داره یا بسیار خراب آدم داره، در بین ریش سفیدا وسط نیست. اگر خوب شد بسیار خوب آدم است. یک روز ما بودم بسیار خرد بودم که یک ریش سفید سنگکنی میکردم بغل کو، آمد مرا گفت تو بیا اینجا بچه. من رفتم گفت بیا که من برات یک درس بدم. و خودش بی سواد بود، سنگکن بود، از این کوها سنگ میکن. گفت سعی کن بچه، الله تو ذات رزاق است، این سنگ سعی کن ما شکستاندیم. گفتیم ما این سنگ شکستاندیم، در بین سنگ یک دانه کرمک برآمد و در دانه کرمک یک دانه برگ است. سعی کن الله ذات رزاق است. اینی گپ از 40 سال پیش در ذهن ما مانده، اما وقت ما فهمیدیم واقعا الله ذات رزاق است. سعی کن بر از کرمک در داخل سنگ و سنگ هم سربسته یا کت مارتول، یک مارتول یک قسم چیزا بود دوال چی بود که از کمی میزد سنگ بود، سنگ دو توتا میشد. از بین از دو توتا شده و امیر امی گلکار امی سنگکش بر من نشاندن. یعنی او وقت امی یک ریش سفید سنگکش هم دعوتگر اسلام بود. آل چی آمدن؟ آل صاحب از طریق به نام اسلام مردم از سیکولر ساختن. تو انجینیر هستی تو را به دین غرض نیست. فهمیدی؟ تو انجینیر هستی تو را به دین غرض نیست، تو دعوت نکن. تو دکتر هستی تو را به دین غرض نیست، دکتر هم به این نام بیدین ساختن، انجینیر هم به این نام بیدین ساختن. تو محصل هستی تو خیلی دغوندی خیر بشی، تو را به دعوت غرض نیست. تو نجار هستی برو روزیت پیدا کن، نفقیت پیدا کن. تو گلکار هستی ماشم چطور اینا کل گیره کشیدن. باز دبین شرایط هم کامد باز میگن والا رشته اونجا یک رشته است به نام فقه، یک رشته است به نام دعوت و یک رشته است مثلا به نام مختلف. بازو میگن رشته ما خود دعوت نیست که من دعوت بکنم دیگه. تو دایی هستی برو تو دایی دعوت بکن. یگان تا مرا میگه مرا به دعوت چی؟ تخلص ما خود دایی نیست. این حال خود گپ سر از این است که هر کس تخلص خود دایی مانو دعوتگر باشه خیلی تخلص. خیلی تو تخلص تا چی ماندی؟ راعی. حالا خب بسیاری تخلص هم هست، یک نفر تخلصش دایی است دعوت نمیکنه. پس الله متعال حمد و ثنا و صفت ازش به خاطر چی؟ اول رب العالمین است، دوم الرحمن است، سوم الرحیم است، چهارم مالک یوم الدین است، پنجم مستحق عبادت است، ایاک نعبد. فهمیدی یعنی؟ ششم به خاطر ازی که او ما را کمک میکنه، ایاک نستعین. دیگه هفتم به خاطر که او راه راست نشان میده. هشتم به خاطر که او هدایت میکنه، اهدنا الصراط المستقیم. فهمیدی یا نه؟ سعی در سوره فاتحه کلش هست. دیگه چی هست؟ نهم انعام کرد بالای ما را پیرو نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین گشتن، انعمت علیهم. دهم مغضوب علیهم بر ما نشان داد، راه را بر ما نشان داد که فش کنیم مثل علما یهود و علم یاد نگیری که علمت یک چیز باشه و عملت
دیگه چیز باشه. اگر علم داشتی و مطابق علمت عمل نکردی، باز در غضب الله گرفتار میشی. پس الله متعال ما را از غضب نجات داد. حمد مستحق حمد است. 11 برای ما راهنمایی کرد که وشکو جاهل نباشی که از دل خود دین جور کنی، بدعتکار باشی. کل بدعت ضلاله ولا ضالین. چرا نصرانی ها مشکلشان چی بودن؟ اینا بین یهود و نصارا چی فرق بود؟ در قرآن 3 بخش اینجا بیان کرده در سوره فاتحه. یک قسم مردم است انعمت علیهم است، یک قسمش مغضوب علیهم است و یک قسم دیگهش ضالین هست. انعمت علیهم کی است؟ که علم داره، به همراه علم خود مطابق همون علمی که از کتاب الله و سنت پیغمبر گرفته عمل هم میکنه. این انعمت علیهم است. نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. مغضوب علیهم کی است؟ مغضوب علیهم مثل اون علمای یهود است که ای چی است؟ علم داره لکن به ضد علم خود چی میکنه؟ عمل میکنه. حتی پیغمبرها را میکشتن. اینقدر علم داشتن که حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 12 سالگی میفهمیدن که می پیغمبر است. و راهب از او گفت فکرت باشه که اون شام یاره نبر. برای کاکاش گفت چرا؟ گفت اونجا شام که هست مغضوب علیهم خانه است. فهمیدی؟ گفت اونجا سر از او غضب الله نازل شده. او خود زیاد علما داره، آخونده داره. گفت نه، همو عالم و آخونده زیاد در غضب الله گرفتار است. گفت علم داره که اینمی بیادرزاده تو را مشناسه که این چی هست؟ اینمی پیغمبر آخرین هست از علم خود. لکن کفر شق خطرناک است که اینمی پیغمبر هم میخیزه میکشه. اگر یک کسی که علم داشته باشه و بفهمه پیغمبر است، خب باید دور اول تایید کنه. لکن گفیا میکشهشه. فهمید؟ یعنی این حال سر از یا غضب الله. ضالین کدام مردم بودن؟ ضالین نصرانی ها بودن. نصرانی ها چی مشکل داشتن؟ و میگفتن ما با علم کار نداریم، هیچ علم نکن. قرار تسبیح های 1000 دانه‌ای میگرفتن. ازدواج هم نمیکنیم. دین میگفت ازدواج کو، خانه داشته باش. نه ما ازدواج نمیکنیم، کمرهای خود بسته کردیم. یک تعداد بچهای کمر بسته و یک تعداد دخترای کمر بسته. همین الان که بری دم کلیسا هستن. ما چی کردیم؟ میگه ما خود برای عبادت. دروغ میگه. کلشان باز وقتی که از راه مشروع غرایز جنسی خود مرفوع نکرد، شیطان با سرش غلبه میکنه، کلش به زنا و گناه ها مبتلا میشه. و کلشان چون علم ندارن، وقتی که علم نداشت باز چی میکنه؟ باز او چیزی که عبادت نیست او را عبادت میسازن. یعنی در اسلام عزلت، ازدواج نکردن عبادت نیست. حتی جوانی که ازدواج نمیکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که النکاح من سنتی، این نکاح سنت ما است، روش ما است، طریقه ما هست، من پیغمبر الله هستم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. او کسی که بدبین نکاح باشه و از سنت ما روی بگردانه، فلیس منی، در امت ما بیخی داخل نیست. اینال او بیچاره به نام ازی که من دینداری میکنم بیخی از صف مسلمانی مبراید، با ترک دنیا بیخی از دین مبراید. یک وقت خوشحال از یک کمر بسته روان است. در روز قیامت پیش رسول الله هم کدام لوا می باشه؟ لواء الحمد. آفرین. کدام لوا می باشه؟ لوای حمد است. کسایی که الله را با عظمت شناختن، همین الحمدلله رب العالمین که ما گفتیم. رسول الله صلی الله علیه و پیشش بیرق می باشه. لوا، نام بیرقش چی است؟ لواء الحمد است. این نفر سم میخواد که برد از زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه و ملائکه برش میگه که نه اینجا رفتن نمیتونیم، برو بخیر. چرا؟ ای رسول الله صلی الله علیه و میگه که نگفتم که النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بازی چی میگن؟ ربنا ای پروردگار ما انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. باز میگه که یا الله ما پیروی از کلانای خود کردیم، از رئیسای حزب خود، سادتنا و کبراءنا، از بزرگای خود. یگانه که میگه بزرگای ما تو میگه، کلانای ما تو میگه،
وزرای ما تو میگه، رؤسای ما تو میگه. باز روز قیامت چی میگن؟ یا الله ما از این بزرگای خبیث، از این کلانای خبیث، از این مردمای بیدین اطاعت کردیم. ما خوب میخواستم که ازدواج کنم، گفت نه ازدواج نکن، بیا که کمرک چخ کرد، کمربند بسته کنم، برو قرار عبادت کن. فاضلون السبیل، ما رو گمراهی انداختن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. باز هم پیرواشون چی میگن؟ اعضای حزب می، کسایی که بزرگای غلط پیروی میکنن، باز میگه ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله یارا دو چند عذاب بدی، دو چند. او میبینه که در میگیره، باز چی میگه؟ نه در گرفتارش سر بس نیست، خوب یک قسم عذاب دیگه میگه دو چند شوه. الله از روز نجات بده. پس دالین کدام مردم هستن؟ علم یاد نداره، میگه چه به علم شیخی که امدغه کفر بس ده. سعی چه خوب مثل گفتن، این بسیار خوب مثل است. میگه کسی که بدون علم خودش شیخ جور میکنه، باز مردم برش میگه او شیخ سیبیه، شیخ الحدیث سیبیه، شیخ التفسیر سیبیه، شیخ القرآن سیبیه، و این خودش علم نداره و مردم میره چیز میکنه، میگه امدغه کفر بس ده. چرا؟ این بدون علم چی میکنه؟ خود به کفر مبتلا میکنه، فتواهای غلط میده، سر الله تهمت میکنه، سر پیغمبر تهمت میکنه. حالا بسیاری کسا را که بشینی باز که بر فلسفه گفته میره. ببخشی روز یک کس هم تو کتمه در جای بحث داشت، برش میگم که حالا خودت خود بحث دینی داری و از دین صحبت میکنی، برش یک آیت قرآن، ولی من عربی رو یاد ندارم. عربی رو یاد نداری، در دین گپ میزنی، باز از هدایت گپ میزنی. نه والا من عربی رو نمیفهم، ترجمه مقصی نمیفهمم، حدیث هم قدر نخواندیم، خواندیم دیگه، تو مقصد از شما که خوب هستم. خب خیر ببینی و گپ که میزنه کلش بیچاره خدا در غم در جنجال انداختن. پس انسان که هست بالین در قرآن کی رو معرفی میکنه؟ کسایی رو معرفی میکنه که عبادت میکنه بیچاره، زامت میکشه بیچاره، فهمیدی؟ لکن امی عبادت و اطاعت و زحمت کشیش به اساس علم و شناخت کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. هر چیزی به نظرش عبادت معلوم میشه. یک کسی از امریکا یک دفعه آمده بود، من پرسان شدم، گفتم همین شما چطور هستین اونجا عبادت ها را میکنین؟ شعله دای محرم را پخته میکنیم، فهمیدی؟ الوای مچم چطورکایی را پخته میکنیم، دیگه مچم ختنه سوری مجلس میگیریم، مچم فلانی را. این دیگه اینمی شعله و الوا و قروت و اینمی را کلش چی کردن؟ فکر میکنن که اینمی را که پخته کرده میری و دیگچه و اینمی کلش دینش است. یعنی دینش کلش دین خوراکی است، فقط این خوراکای مختلف است، اینمی را صاحب در دین داخل کردن. باز زنا که هستن بسیاری وقتا بسیاری زنا هوشیار هستن، شوهرای خود بازی میتن، باز میگه سر تو دیگچه هست، باز شوهرش بیچاره غریب هم است، میره یک سر برنج میاره، باز میگه برو نال 6 کیلو شیرام بیار، باز شیرام میاره، برو نال تنها برنج خود نمیشه دیگه، برو نال یک ذره برنج پلویام بیار، بازورام میاره. بازی خانم 30-40-50 تا خانم‌ها را با خود یک جای میکنه در بین خانه، از صبح تا دیگر دیگه دایره زده میره. باز برای شوهر خود میگه که اگر دیگچه تا نمیکردم میمردی. بازو شوهر دیگه خوشحال است که این دیگه اینمی دایری از یا و اینمی تبله از یا و اینمی شوله شیرین از یا سبب نجات ما از مرگ شدن. باز که خانم‌ها را پرسان کنی که ببخشی من یگان وقت بسیاری خانم‌ها تو بعضی سوالا را میکنم، میگم باش که چی میگن، باز پرسانش میگم که ببخشی همشیره جان خودت که قضاوت کشیدی و این پاس ای خوی در کجای دین است؟ کدام بیبی دیگچه پخته کرده و کدام دیگچه بیبی که نام شما کدام بیبی سمیه خو به خاطر دین اسلام به شهادت رسید و بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها خو این کارا را نکرده و بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها خو یک عالمه بود و مفتی بود و حافظ قرآن بود و دیگه مثلا دیگه بیبیایی که مثلا بیبی نصیبه هست که بیبی نصیبه که چندین جای تخته پشت ازی چاپ شمشیر و تیر بود که در غزوه احد از رسول الله صلی الله علیه و آله استاد شد دفاع میکرد، ام عماره رضی الله عنها. کدام بیبی قسمی کارا کردن؟ بازو میگه که خیر استاد شما چی میگن؟ حالی شیوع ما کس بسیار کنجوس و بخیل هستن، نه میمانی میکنه نه کسر نان میاره تا که نه ترسانیش، فهمیدی؟ خوب بترسانش. باز چی میکنه که ترسید
باز بعد چی میکنه؟ همین کسایی که مثلا همین فالبینی و تاویزگری هم میکنن، یا همون نفر اول خوب میترسانه، میگه سر تو یک تاویز شده که یک ماه بعد میموری. اینا تا یک ماه میل سر اگر تو در اون ماه قبلی میامدی 70 کیلو بودی، حالا که اگر برم وزنت کنم 53 کیلوستی، 15 کیلو تو از دست دادی. این حالی نمیخواستم که یک کیلو که وزن خلاص کنی، این اصلا یک 20 روز بعد میموری، وضعیت خراب میشه دیگه. تو سر تو بسیار خطرناک شده بیچاره قدر میترسانه که خوبی که ترسید آخر باز برش میگه خیلی تو کنه ماله برو این حال یک دانه مرغ سیاه بیار، برو یک دانه بز سیاه بیار، برو یک دانه گوسفند بیار، برو فلانی. نظر به جیبش خوشیار است، میفهمه که این خوب کمکاش چاق است، از این گوسفند بخوای، این دیگه خدا زده چیز نداره، برو از یک دانه مرغ بخوای. این بازور میگه تو مرغ بیار، تو گوسفند بیار، تو بز بیار. ها باز که اگان تا فهمید که مرغای وطنی داره، باز برازو میگه تو برو یک 30 دانه تخم وطنی بیار. فهمیدی؟ و این بیچاره از طرز که از اونجا جمع کو بیاره برازی میپرته. دیگه روز حتی والبین کسی به نام فیصل توبه کرد. بازور ما گفتم امیال 20 درس داره در اینترنت به نام اعترافات یک تعویض نویس، در یوتیوب اگر شک این اعترافات تعویض نویس، باز خودش گفتی گپای ما کلش چال بود و فریب بود، بازی میادیم مردم به خاطر چی کنیم؟ به خاطر پیسه پیدا بکنیم. اول خوب میترساندن اوره، خوب کو ترسید میفهمه که زندگی می تمام میشه. اینال اگر ای بفهمه که حمد و ثنا و صفت به رب العالمین است، الرحمن الله هست، رب العالمین الله هست، ای جهانیا و ای تقدیر ما و القدر خیره و شره من الله تعالی، از جانب الله هست. سبب سوم حمد در افعال الله هست. الحمد لله الذي سوره انعام آیت اول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، حمد و ثنا و صفت خاص بر الله هست. الذی، او ذاتی که او افعال بزرگی داره که هیچ کسی افعال نداره. خلق السماوات، خلق کننده آسمان ها و زمین است. والارض، و خلق کننده زمین است. و جعل الظلمات و النور، الله خالق تاریکی ها و خالق روشنی هاست. آفتاب و مهتاب و شب و روز کل ازی به تصرف ازی است. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، باز کسایی که کافر شدن، باز به امرای رب خود که او رب العالمین است، باز مخلوقات بسیار کوچک امرای از شریک میسازن، در حالی که مخلوق خود نجات دادن نمیتونن. سبب چهارمیش هم در مقابل نعمتهای الله هست. فهمیدین؟ علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه چی میگن؟ او میگه الحمدلله الشکر خالصا لله جل ثناؤه، شکر خالص برای الله هست که ثنا و صفت از او بسیار عالی هست. دون سایر ما یعبد من دونه، بغیر از کسایی که عبادت میشن بغیر از الله، دیگه کسان و مستحق حمد و شکر نیستن. و دون کل ما برع من خلقه بما انعم علی عباده من النعم. چرا حمد و ثنا و صفت مخصوص است؟ میگه به خاطر از اینکه سر بنده های خود نعمت های زیادی را چی کرده؟ من النعم التي لا يحصيها العدد، اینقدر نعمت های داره که کسی یک نعمت از او را به عدد حساب کرده نمیتونه. الله متعال میگه و ان تعدوا نعمت الله، سکو یک نعمت الله، ها، و این تعدوا نعمت الله، یک نعمت الله را اگه بخوای حساب کنی حساب کرده نمیتونی. کدام تا جوان دیگه از بر ما بگه که مثلا از اول عمر خود تا بال چقدر خون الله متعال برش داده، چقدر خون استفاده کرده از ذخیره خون الله. نمیتونین، ها، نمیتونی. مویای سر تا حساب کرده میتونه، میره خب بگو چند تا برات موی داده، چقدر برتان داده. رزقی که الله متعال برات داده، وقتی که تو در بطن مادرت زنده شدی که از طریق خلطگک برات رزق میرسید و تا امروز حساب کرده میتونی. و این تعدوا نعمت الله
ای رب العالمین است. از این خاطر میگه که میگه الله متعال مستحق حمد است. چرا؟ بما انعم علی عباده من النعم، چون بر بنده های خود نعمتایی را داده که التي لا یحصیها العدد، این عدد احصایه کرده نمیتونه، یکیش نمیتونه، کلش خود چی میکنی؟ ولا یحیط بعددها غیره احد، هیچ کس حساب از این بغیر از الله گرفته نمیتونه. الله هست که ما حساب کلش، فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، الله کتش محاسبه میکنه، باز یک ذرهش هم بر ما. این قدرت است. از این خاطر حمد برای الله هست. فهمیدیم؟ و امی قسم فی تصحیح الالات لطاعتی، حمد است به خاطر از اینکه آلات وسایل که انسان بر انسان داده، دست، پای، چشم، گوش، و تمکین جوارح اجسام المکلفین لاداء فرائضه، بر انسان وقتی که یک فرض ساخته برش تو وسایل داده که می فرض ادا کرده بتونه. اگر ضعیف است برش گفته هیچ سر تو نیست، هیچ سرش حکم نیست. مع ما بسط لهم فی دنیاهم من الرزق و غذاهم به من نعیم العیش من غیر استحقاق منهم، نعمت‌ها را برشان داده، رزق برشان داده، در حالی که ما هم رزق که میته مستحق از آن نیستیم. والله گناهایی که ما میکنیم مستحق از هستیم، باید بر ما شب و روز جزا بده. لکن الله متعال گناه میکنیم، اشتباه میکنیم، غلطی میکنیم، لکن الله متعال هنوز هم نعمت‌های خود بر ما میته. ات ذات مهربان است، الرحمن الرحیم. فهمیدین؟ یعنی سبب پنجم هدایت چی است؟ هدایت الله سبحانه و تعالی به خاطر که الله متعال ما شما را هدایت کرده. خود اینمی هدایت که است چی است؟ یکی از نعمت بسیار بزرگ است. بزرگترین نعمت الله متعال برای بشریت قرآن عظیم الشان. اگر قرآن نمی بود ما شما کل ما گمراه بودیم، از حیوانات هم بدتر می بودیم. اولئک کالانعام بل هم اضل. کسی از قرآن پیروی نمیکنه، الله متعال میگه که حیوانات ورخ هستن، از حیوان هم بدتر هستن. چرا که حیوان هم وظایفی که برش سپرده شده به شکل درست انجام میده. سعدی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه خران اگر چی به تمیزن، فهمیدین؟ خران اگر چی به تمیزن چون بار همه برن عزیزن. اگر چی بسیار بیادب هستن اما چون بار میبره کلگی خوشش داره در خانه خود برش خوب نگاهش میکنه. گاوان و خران بار بردار بهتر ز مردمان عالم آزار. از این انسان هایی که مردم اذیت میکنه، آزار میکنه و دشنام میته و غیبت میکنه و بر از اینا مشکلات ایجاد میکنه، از این کدام حیوانات چی است؟ برتر هستن. پس بزرگترین نعمت الله چی است؟ قرآن عظیم الشان است. از این خاطر میگه جنتی ها در جنت چی میگن؟ و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. حمد و ثنا و صفت است که الله متعال ما را به این راه درست، به این قرآن چی کرد؟ و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما هدایت نمی شدیم اگر الله ما را هدایت نمی کرد. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. یقینا که پیغمبرهای پروردگار ما به حق آمد. حق در قرآن چی را میگن؟ توحید. توحید است که انسان به جنت میبره. و نودو، باز وقتی که اینا شکر الله را میکنن و از نعمت الله که هدایت است استفاده کرده، باز برشان و نودو و ندا کرده میشوند، صدا کرده میشوند. ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون. اینمی جنت شما به ارث گرفتین، یعنی مستحق از این جنت شدین. چرا؟ به خاطر که عمل کردین. سوره اعراف آیت 43. سبب ششم حمد در مقابل نعمت قرآن عظیم الشان است. الحمد لله الذی، حمد و ثنا و صفت است به الله الذی، او ذاتی که انزل علی عبده الکتاب. این بزرگترین حمد بر الله است به خاطر که کتاب نازل کرد. ولم یجعل له عوجا، و بر از این کتاب هیچ انحراف و کجی نیست. دیگه کتاب ها را که بخوانی کجت میکنه. یک وقت ببینی که کج و کور شدی. کتاب های لینه نخواندن کج و کور شدن، در عذاب الله و در غضب الله گرفتار شدن. لکن قرآن عظیم الشان که بخونی صراط المستقیم ترا میبره. هیچ وقت از خواندن قرآن و از فهم قرآن و از عمل قرآن کسی پشیمان نمیشه. همیشه
30 سال پیش هم که قرآن خوانده بشه حالا میگه شکر الحمدلله که همون وقتم قرآن خواندم و به قرآن عمل کردم. خب سبب هفتمش هند به خاطر منزه و پاک بودن از تمام عیوب. به خاطر ازی الله مستحق حمد است که از تمام عیب ها چی است؟ خالص. تسبیح چی نمیگن؟ وسبح بحمد ربک، میگه تسبیح الله را بگو. تسبیح چی است؟ تسبیح به این معنی وقتی که میگه سبحان الله، به این معنایی که الله متعال از تمام عیب هایی که ما مخلوقات داریم پاک است. ما مخلوقات به هزاران قسم عیب داریم. عاجزی داریم، گشنه میشیم، عیب است. خو میکنیم، عیب است. دروغ میگیم، عیب است. صحیح است نه؟ معاون میگیریم، از عیب است. به هزارها قسم عیب داریم. الله متعال از تمام عیب هایی که مخلوقات داره پاک است. از این خاطر یهود به لعنت الله گرفتار شدن وقتی که اینا با سبحان الله مخالفت کردن، یعنی صفات زشت مخلوق به الله نسبت دادن، تسبیح نکردن. فهمیدین؟ از این خاطر الله متعال میگه که ای مخلوقات یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله متعال میگه او تو ذات است که آن چی که در آسمان ها هست از مخلوقاتی که شما او رو نمیبینین یا میبینین، و آن مخلوقاتی که در زمین هست، کل اینا چی میگن؟ به الله تسبیح میگن. یعنی میگن که الله متعال ذات است که پاک است از تمام عیب ها. هر مخلوق یک عیب داره و الله متعال از تمام عیب های که مخلوقات دارن پاک است. الملک ذات است که مالک تمام مخلوقات است. القدوس، قدوس هم چه قسم را علما مفسرین ترجمه میکنن؟ یعنی ذاتی که پاک است از تمام عیب ها. الملک القدوس. العزیز ذاتی که در احکام خود غالب است. والله غالب علی امره. الله غالب است در کارهای خود. هر قدر که مخلوق خیزک بزنه بالاخره الله غالب است سر از او. الحکیم و ذات با حکمت است. حالا اینجا سعی کنین یک گپ دیگه. 4 صفت الله را الله یک جای ذکر کرده. وقتی که صفات الله با هم یک جای میشن یک معنای دیگه هم می داشته باشن. یعنی معنای دیگه چی میشه؟ که یعنی پاک است او ذاتی که در آسمان ها و زمین مخلوقات کلشان تسبیح هزینه میگن. او تو ذاتی هست که وقت مالکیت داره، در هنگام مالکیت خود قدوس است که هیچ عیبی برزی نمی باشه. چرا مثلا یک نفر وقتی که خانه میخره، خانه می داشته باشه انسان ها، یا خانه جور میکنه صدها غلطی میکنه، اشتباه میکنه، والا در خانه دیوال غلط کردم، والا اینو چی کردم. میگه الله متعال با وجودی که مالک آسمان ها و زمین است، در عین مالکیت خود که مخلوقات خلق کرده و اینو کنترل میکنه و حفظ میکنه، در عین ازمی الله متعال چی است؟ القدوس، پاک است از تمام نواقصی که انسان ها و مخلوقات دارن. العزیز، در اینمی مالکیت و پاکی خود غالب هم از بالای همه، هیچ چیزی در مقابل از ایستادگی کردن نمیتونه و کل کارهای خدا، مالکیت خدا و قدوس بودنش و غلبیش کلش با چی است؟ با اساس حکمت است. کلش با حکمت است. با حکمت است. سبحان الله. چقدر الله متعال صفات عالی داره. ولی متاسفانه باور بکن ما 30 سال 40 سال درس خوانیم، یک کسی بر ما حمد الله را و صفات الله را و مالکیت الله را تشریح نمیکنه. بسیاری وقتا که سائل کنین در چیزای مناظره و گپ میزنن، مردم هم مصروف میسازن که مردم بیچاره ایران میمونه که حالا چطور کنیم؟ الله را برش معرفی کن، خالق خدا بشناسه، موحد شو، الله را با این صفاتش که بشناسی و با این عقیده در قبر بری، امو منکر و نکیر برات عزت میکنه که بگه من ربک و ما دینک و من نبیک و کلش بر جواب بدی بگی ما تو رب دارم که رب العالمین است و برش میگفتم سبحان الله و بحمده، الملک است، القدوس است. این تو یک ذات دارم. او برات میگه که نم کنه ام العروس، میگه خواب که قرار مثل خواب عروس ره، یگان تا در قبر مثل عروس ره خواب میکنه، یگان تا در بین قبر لط خورده نفسش ببره. قرضداری بشه.
خب فرق بین حمد و تسبیح انشاءالله فهمیدین دیگه. فهمیدین؟ حمد چی است؟ که تمام صفات ایجابی و خوب به الله نسبت بتیر حمد میگه. و تسبیح چیه میگه؟ تمام صفات منفی را از الله را از او منزه و پاک بدانی. حمد تمام صفات برای الله بیان کنی، تمام صفات عالی ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات که به الله بگویی را حمد میگه. فهمیدین یعنی؟ تسبیح چی را میگن؟ تسبیح که تمام عیب هایی که مخلوق داره او را از الله را از او پاک بدانی. فهمیدین یعنی؟ سبحان الله و بحمده. از این خاطر این قدر در ترازوی میزان با شرط بگویی با اینمی معنا و مفهوم. سبحان الله، پاک است از الله از تمام عیب ها. و بحمده، و الله متعال دارای تمام صفات عالی ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات است. یک کسی میگه بر من بخوید سبحان الله و بحمده را ترجمه کن. بگو سبحان الله به این معناست که الله متعال از تمام عیب هایی که مخلوقات دارند پاک است. از تمام عیب ها پاک است. و بحمده یعنی الله متعال دارای تمام صفات ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات می باشه. یعنی دارای تمام صفات عالی که به جلال عظمت الله شایسته است. اینال رسول الله صلی الله علیه و آله یک چند درس از رسول الله صلی الله علیه و آله میگیریم که رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما چی توصیه میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله لا یرضى عن العبد. این حدیث صحیح مسلم است. انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله لا یرضى عن العبد. الله حتما راضی میشد. لام توکید است، نه؟ یعنی ان یقین داشته باش که الله متعال حتما راضی میشه عن العبد از بنده ان یاکل الاکلته که یک طعام وقتی که میخوره فیحمده علیها بازو را چی بگویه؟ حمد الله را بکنه. نان که خوردین دعای خوب نان که است که در حدیث صحیح آمده باشه. دو تا است، یک حدیث ضعیف است، یک حدیث قوی است. حدیث صحیح است که بگویی که الحمدلله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه. این حدیث صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کسی نان میخوره و باز بعد از او چی میگه؟ حمد الله را میگه. و یشرب الشربة فیحمده علیها. یا یک نوشابه را بنوشه، یک کس آب می نوشه، وقتی که آب نوشید باز چی میگه؟ بسم الله الحمدلله. این الله از چی میشه؟ هم آب نوشیدی هم الله راضی شد. فهمیدی یعنی؟ صحیح مسلم حدیث 2734. امام بخاری رحمت الله علیه از ابی امامه رضی الله عنه روایت میکنه، میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا رفع مائدته. میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دسترخوان بالا میشد قال میگفت، سگو به زبان میگفت، چی میگفت؟ الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. این هم یک حدیث صحیح است. اگه او حدیث پیشتر را خواندی یا این را خواندی، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست. حمدا کثیرا، حمد بسیار زیاد، طیبا پاک، مبارکا مبارک فی که او برکت است. غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا. این صحیح البخاری رقم 5450. در صحیح مسلم عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه و اذا رفع راسه. میگه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که سر خود بلند میکرد در نماز قال سمع الله لمن حمده. ای مردم میشنوه الله هر کسی که الله را حمد بگویه. ربنا لك الحمد. باز الله چی میگه رسول الله صلی الله علیه و میگه یا الله بر تو حمد است. ملء السماوات، چقدر حمد است. ملء السماوات. سیگه وقتی که سمی الله لمن حمیده میگفت، باز رسول الله صلی الله علیه و چی میگفت؟ میگفت ربنا ای پروردگار ما لک الحمد، و بر تو حمد و ثنا و صفت است. به چی اندازه؟ ملء السماوات، به پوری آسمان ها، و ملء الارض، و به پوری زمین، و ملء ما شئت، و به پوری هان چیزی که خواستی من شیء بعد و بعد ازی. یعنی هر چیزی اندازه پوری ازی، اگر عرش است، اگر لوح است، اگر کرسی هست، اگر قلم است، اگر
جنت است، اگر تمام به اندازه پوری تمام ازیا بر تو الله متعال میگه حمد است. اینا رسول الله صلی الله علیه و میگفت. صحیح مسلم رقم نمبرش 771. و ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و رفع راسه من الرکوع، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سر خود از رکوع بالا میکرد میگه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. یا الله تو اهل الثناء و مجد هستی. احق ما قال العبد، بسیار حق است آنچه که بنده تو گفته. و کلنا لك عبد، کل ما بر تو بنده هستیم. اللهم لا مانع لما اعطیت، یا الله اگر برای کسی یک چیز را میدی کسی ممانعت کردن نمیتونه. ولا معطی لما منعت، و کسی دادن نمیتونه برای کسی چیزی که وقتی تو را منع کردی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و منفعت نمیرسانه برای کی؟ برای پیسدار. امو پیسداری از او وقتی که یک کسی احتیاج داشته باشه، او پیسداری از او بر از او منفعت رسانده نمیتونه وقتی که تو برش منفعت نرسانی. و در حدیث دیگه هست رفاع ابن رافع میگه، این هم حدیث صحیح بخاری است، میگه کلنا نصلی وراء النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما پشت سر رسول الله صلی الله علیه و نماز میخواندیم. فلما رفع رأسه من الركوع، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سر خود از رکوع بلند کرد، قال سمع الله لمن حمده، میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت سمع الله لمن حمده، الله میشنوه هر کس که حمدش بکنه. میگه قال رجل وراءه، یک شخص میگه در پشت رسول الله صلی الله علیه و در نماز اقتدا کرده بود، بعد از رسول الله صلی الله علیه و گفت که ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و این شخص گفت که الله ربنا ای پروردگار ما، لك الحمد، بر تو حمد است، حمد کثیر یعنی بسیار زیاد، طیبا پاک، مبارکا فی. فلما انصرف، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و از نماز سلام دور داد، قال من المتکلمی، کی بود که گفته که ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طیبا؟ قال انا، این صحابی میگه گفت که ما گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث تقریری میگه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و عمل از این چی کرد؟ تایید کرد. چی گفت؟ گفت قد رأیت بدعة و 30 ملکا، میگه رسول الله صلی الله علیه و میگه دیدم 30 و چند ملائکه را دیدم که یبتدرونها ایهم یکتبها اول، که هر کدامشان میخواستن که کدامشان ثواب از این نوشته بکنن، این نوشته بکنن. اینقدر ثواب اجر داره کسی که حمد الله متعال میگن. و امام بخاری همچنان حدیث دیگر میگه، میگه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که شب اذا قام من الليل، میگه شب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میخیز برای تهجد، فهمیدین؟ یصلی نماز میخوان، یقول میگه اللهم لك الحمد، یا الله بر تو حمد است، انت نور السماوات والارض و من فیهن، تو نور آسمان ها و زمین و آنچه که در آسمان ها و زمین است. اللهم لك الحمد، میگفت رسول الله صلی الله علیه و الله بر تو حمد است، انت نور السماوات و الارض، تو نور آسمان ها و زمین است، و من فیهن، و آنچه که در آسمان ها زمین است. و لك الحمد، و بر تو حمد است یا الله، انت قیوم السماوات و الارض. ببین آن چیزی را که در قرآن میگه که الله مستحق حمد است به خاطر صفاتش، رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا این چی میکرد؟ تطبیق میکرد. برش میگه که یا الله بر تو حمد است به خاطر چی؟ که تو نور آسمان ها و زمین هستی و هیچ کس ای هدایت که بر مردم داده نمیتونه. ولک الحمد، یا الله بر تو حمد خاص است. چرا؟ انت قیوم السماوات والارض و من فیهن، تو ای آسمان ها و زمین استاده کردی، تو اینها را برشان به این شکل ساختی و آنچه که در آسمان و زمین است. ولک الحمد، و بر تو حمد است یا الله. سیکو رسول الله صلی الله علیه و قسم به الله متعال عجز و بندگی خدا بیان میکرد. بر الله میگفت یا الله، الله ولک الحمد انت الحق و وعدك حق و لقاؤك حق، یا الله تو حق هستی، وعدت حق است، ملاقاتت حق است، و الجنة حق، جنت هم حق است، و النار حق، آتش هم حق است، و النبیون حق الى آخر حدیث صحیح بخاری، یا در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.